سلام دوستان عزیز، حال شده من داشتم مثلا مثلا با یه دیگه شما عجل نادانی در بیارم. مطمئنم شما نفهمیدید. همه با بنویسید چه میدونم رپر کالاف، نه بنویسید پلیر رفا گنگ شروع می‌کنم بچه‌ها. اتچمنت حرفه‌ای هولگر آوردم برای رنگ. کلا بچه‌ها همه چی اتچمنت حرفه‌ایه. نگیم چرا کد گذاشتم، نوب سگ نیستم، فقط میخوام بگم که برای حرفه‌ای بازی کردن رنگه. اگه میبینین یه رد دات گذاشتم، خودم نیازی به رد دات نداشتم حقیقتا، ولی خب بعضی گفتم با این هولگر خیلی مشکل دارن و مجبور شدم اینو بذارم. در ادامه گیم پلی رو توضیح بدم. نداشتم 3 تا افتاده بودیم عقب، خودم یه دفعه ترای کردم همه رو زدم. حتی 3 تا افتادیم عقب من در طی این مچا همونجوری که من با پینگ خیلی قشنگم برای همه شناخته شدم، یکی اومد از آسانسور استفاده کرد، نت مودم ما هم قطع شد حقیقتا ساده است، ولی دیگه اومدیم برای جمع کردن کار. خب داداشم نقطه زنی تا کجا؟ بعد اینجا این کلا رو بخاطر این گذاشتم. نگاه کنید الان اون خیلی طول میکشید این بگیره و بزنه و اون که بود اینجا من بمیرم. خب ولی با این کلا میتونید اینجا متوسط خیلی تمیز در بیارین. و اصلا خیلی دارم حرف میزنم، ببخشید سرتونم درد میارم. و در ادامه گیم پلی چه خبره داداشم لایکو به ما نمیرسه؟ لایکو بکوب داداش، چیکار میکنی اونجا؟ چرا دست تو دکمه لایک نمیره؟ ببین داداش یکی اینجا اینو بزنم خب بعد لایک کنی. بچه اینجا دست آخرش هم فکر کنم من اولی دست مردم ولی دست وین شد ولی من هم اولش مردم. نگاه کن بخاطر میگم سنگینه. و شما چرا هنوز لایک نکردی؟ کامنتت کو برادر سید، کامنتت کجاست؟ چرا دیگه ایمان نداری؟ و حقیقتا زمانش هم کم گرفتم که اذیت نشید. اتچمنت هم همین لابلا نمیدونم یه جای بالاخره براتون میذارم. نگاه کنید میگم کلتر اینجا واجب بود، این کلت واجب بود. اینجا بچه من خودم گیج شدم یارم. خب اینجا کاور من داد، اونی که داشت من رو بک میزد زد، من فکرم این جلویو زده، رفتم روش بدم دیگه دیدم داداشم منو زد. آقا اگه من اینو 3 تا هدشات بهش زدم باید لایک کنی. نگاه 1 2 3 بکوب لایکو بکوب، چرا نمیکوبی؟ عجب خواهی بکوبونمت؟ خاری توی چه سل لایک نمی کنی؟ خب حالا اینا ول کن. آقا خوشحال شدم من کامنت بذارید، منو لایک کنید و دیگه خدافظ، دوستتون دارم، عشقید.